بزرگترین مسجد آسیای مرکزی در دوشنبه که ساختمانش در حال انجام یابی است، در جشن 28 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان به استفاده داده خواهد شد. برای در این مهلت آماده ساختن این مسجد، ساختمانچیان شبانه روزی به کار جلب شده‌اند. در این باره رسانه‌های محلی خبر داده نوشته‌اند حالا در ساختمان این مسجد حدود 600 نفر شهروندان تاجیکستان خارجی به کار مشغولند. بعد پر به استفاده داده شدن در بزرگترین مسجد آسیای میانه، در یک وقت می توانند حدود 120,000 نفر نماز گزارند. سنگ اول مسجد 10 سال قبل ضمن جشنگیری 1310 سالگی امام ابو حنیفه در تاجیکستان گذاشته شده، ساختمانش ماه اکتبر سال 2011 شروع شد. قیمت این پروژه 100 میلیون دلار گفته می شود که 70 میلیون آن را حکومت قطر پرداخت کرده است. 2 سال پس از آغاز ساختمان این مسجد بزرگ در تاجیکستان، معرکه مسجد بندی شروع شد که در نتیجه بیش از نصف مساجد تاجیکستان تبدیل به باغچه بچگان، تالار ورزشی، اداره پلیس، چایخانه و غیره گشتند و یا پر را تخریب کرده شدند. تضاد در ساختن بزرگترین مسجد و بستن هزارها مسجد دیگر را کارشناسان چنین شرح می دهند که ساختن مسجد بزرگ از یک طرف نمایشکاری حکومت تاجیکستان است، از طرف دیگر این مسجد را شرکت دادر عروس رئیس جمهور حسن اسدالله زاده می سازد. حسن اسدالله زاده با پولشویی در ساختمان‌های بزرگ تاجیکستان معروف است و در این ساختمان بزرگ هم طبق تخمین کارشناسان 40-50 میلیون دلار را از خود کرده است. حالا محمد اقبال صدرالدین، کارشناس مسائل سیاسی و دینی که رفت ساختمان این مسجد بزرگ را پیگیری داشتند، در خط علاقه با ما هستند. پیش از همه درود بر شما و میخواهم بپرسم که سبب و عامل های تا 10 سال طول کشیدن ساختمان مسجد در چه بود؟ چندین عامل ها میتوانند که سبب با درازا کشیدن ساختمان این مسجد باشد. واقعا هم در مسئله ساختمان این مسجد که از طرف شرکت الدیار قطری بنیاد میگردد، من میتوانم بگویم که در اکثر اون یعنی مذاکره هایی که میان دولت تاجیکستان یا اینکه نماینده تاجیکستان با شرکت الدیار قرار داشت در دولت قطر، از همه اونها آگاهی دارم و یکی از مهمترین مسائلی که این ساختمان این مسجد به درازا کشید، این هم در مسئله مبلغ بود. مبلغی که باید اول حکومت قطر باید همه مبلغ رو میداد، وقتی که اینها یک سمت تقدیم نمودند که در آن یعنی لایحه ساختمانی مسجد واقعا هم اونا در دبی کشیدند و عدنان سفارین یکی از مهندس های اماراتی بود که البته فلسطینی تباری که در امارات زندگی میکرد در اون کشیدند. البته این هم مسئله باز هم درآمدهای به دست آوردن بود که هر یک مناره که در اون مسجد یعنی که با نقشه کشیده بودند مبلغ خیلی زیاد رو در بر میگرفت که شرکت الدیار قطری واقعا به این راضی نشد. و مسئله دیگری که به درازا کشیدن، این هم در بر همون مسجد، منطقه‌ای که مسجد درست میشود، در اونجا باید یک میکرورایون درست میکردن و پس از اون مسجد و حکومت تاجیکستان اولا اون وقت محمد سعید عبیداللهیف بود، برای شرکت الدیار گفتن که اول باید همون شهرچه ساخته شود و پس از اون این مسجد، که شرکت الدیار قطری با اون هم راضی نشد و با بنیاد مسجد اولا آغاز نمود. این مسائل بودند که یعنی این مسئله را واقعا هم به تأخیر گذاشتند و اینها واقعا هم میخواهند که هم نام بزرگ به دست آورند و هم فایده های از این ساختمان به دست این عائله یعنی برسد، در حالتی که این مسئله واقعا هم یک مسئله است که میتوانم بگویم که خیلی یک مسئله نازک بود که و خیلی این مدت طولانی طول کشید و بالاخره چنین شد که 70 میلیون دولت قطر داد و 30 میلیون هم دولت تاجیکستان و اون 30 میلیون هم مبالغی است که شرکت ساختمانی حسن اسدالله زاده چیکار کرد، یعنی به ساختمان این مسجد و اون هم تقریبا که کامل مبلغ را دولت قطر پرداخت میکند و این مسائل بود که برای انجام یا که ساختمان مسجد مهلت ساختمان این مسجد را طولانی نمود.
کشاده شوی این مسجد بزرگ در حالی است که هزارها مسجد و همه مدارس در کشور بسته شدند. این را چگونه شرح می‌دهید؟ واقعا هم سوال خیلی جویی است و در مورد این که مسجد بزرگتری می‌کشایند برای ادا کردن نماز 120,000 مسلمان یا که نمازگزار در این مسجد، در حالی که در اطراف اون دیگر مساجد را میبندند و علما را دور میکنند از منبرها و جوانان را به مسجد آمدن نمیگذارند، فتواهای میجویند برای ممانعت زنها از ورود به مساجد. واقعا هم این خیلی جای یعنی شگفت انگیزی است که یک حکومت میخواهد با اون هم مبالغ هنگفته چنین مسجد بسازد ولی کاهش دهد جوانان را از مسجد رفتن، زنان را از مسجد آمدن و علمای حقگو را از منبرها دور کردن و علما را با تهمت‌های گوناگون وارد زندان نمودن و هر شخصی که شکل و طرز نمازگزاری مردم را اهمیت دادن و آنها را برای سالهای 5 سال و 10 سال روانه زندان نمودن. پس در این نمیدانم که کی نماز میخوانده باشد. واقعا هم خیلی جای تأسف است که چنین مسجد بنیاد شود. البته این را میتوانم بگویم که اگر واقعا هم این اقدامات ادامه پیدا کند میتواند یک مسجد زراره باشد، البته تا وجود حکومت امام علی رحمان و پس از اون انشاءالله اگر حکومت ملی سر کار آمد میتواند یک مسجد آزاد باشد که در اون هر مسلمان آزاده کشور نماز خود را ادا نماید. سر و صداهای هم هست که مبلغی که برای مسجد جدا شده است غیر مقصدناک استفاده شده است. مورد مبالغی که از این مسجد یا از ساختمان این مسجد و این عائله میماند خیلی مبالغ زیادی است و در مورد این که گویا از مبالغی که اختصاص یافته است برای بنیاد این مسجد حتی حکومت تاجیکستان یا امام علی رحمان برای بنیاد کاخ نوروز هم از این مسجد گرفته در کاخ نوروز استفاده نموده است و با بعضی قولها حدود 5 میلیون دلار از این مسجد در کاخ نوروز هم استفاده شده است. و در مورد معلومات های دیگری که داریم در این مسجد آن مصالحی که ساخته می شود همه اونها چی از ساختمان چی از آنی که مصالح را از خارج با تاجیکستان وارد میکند، تمام همه امور اداره ساختمان این مسجد در دست شرکت های حسن قرار دارد که این مبالغ کاملا میروند در منفعت عائله امام علی رحمان. مسجد نو شهر دوشنبه در مساحت 12 هکتار جایگیر شده، دارای کتابخانه، موزه، تالار مجلس، بینای اداری، آشخانه و توقفگاه برای 4000 ماشین است. مسجد دارای 4 مناره با بلندی 75 متر، گنبد اساسی با بلندی 47 متر و 20 گنبدی خرد است.